40 سال طول کشید تا این ترپندهای کوچیک کاش رو یاد بگیرم. برای ریشه‌دار کردن ساقه اکثر گل‌ها میتونی از قلمه هوایی استفاده کنی. برای کاشت ذرت توی خونه اون رو تو ظرف بذار، سطح ذرت رو آب بریز، صبر کن تا جوونه بزنه. سپس کل ذرت رو تو خاک بکار و مرتب آبیاری کن. به زودی زود میتونی کلی ذرت تو خونه برداشت کنی. گوجه فرنگی که خریدی رو اسلایس کن، اونها رو صاف توی خاک غنی از مواد مغذی مثل خاک هوموسی و سیاه قرار بده، روش خاک بریز، آبیاری کن. بعد از 7 روز جوونه میزنه و رشد میکنه و دیگه لازم نیست شما بری فروشگاه گوجه بخری. برای تکثیر گل رز یه شاخه رو با کاتر شکاف بده، یه آدامس رو بذار تو شکاف، یه موز رو برش بده و ببندش دور آدامس با بسته کمربندی محکم کن، با یه لیوان پلاستیکی بپوشون، خاک بریز، آب بریز. بعد از 7 روز محل شکافته شده ریشه میزنه، اون رو برش بده و تو گلدون دیگه بکار. حالا شما یه بوته گل رز جدید داری. یه بطری بگیر، مقداری آب بریز، یه مشت ماش داخلش بریز، خوب تکونش بده. در گوشای بطری رو 7 تا سوراخ ایجاد کن. آب رو خالی کن، بذار 3 روز بمونه. ماش ها جوونه میزنه. حالا بطری رو برش بده و تازه ترین جوونه ها رو برای سالادت داری. برای داشتن یه پیازچه کافیه انتهای پیاز رو برش بدی، اون رو سر به پایین توی خاک بکاری، با خاک بپوشونی و آبیاری کنی. بعد از 10 روز شما کلی برگ سبز پیازچه داری. نظرتون رو توی کپشن در مورد این پست بنویسید. لایک و فالو من یادتون نره تا هر روز با خوشحالی ترفندهای جدید من رو ببینی و یاد بگیری.